سلام عشقای جذاب. توی این ویدیو اومدم آموزش خرید ستاره یا همون استارز تلگرام رو داخل ایران بهتون بدم بدون محدودیت و بدون تحریم. پس حتما تا انتهای ویدیو من همراه باشید که به شدت کاربردیه و میتونی خریدای داخلی تلگرام تو باش انجام بدی و کلی مزیت واسط داره که در ادامه ویدیو کامل بهتون توضیح میدم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه هنوز عضو چنل و خانواده بزرگ شاکریپتو تلگرام نشدی، همین الان روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن بزن، زنگوله بغلش هم روشن کن که هم ویدیو گذاشتیم خیلی سریع مطالعه بشی و بیای ببینی و با لایک کردن این ویدیو و گذاشتن کامنت های فارسی و انگلیسی و من انرژی مثبت و انگیزه در راستای تولید محتوای بهتر با کیفیت تر بدید. خیلی عشقید. بریم سراغ ادامه ویدیو و توضیحاتمون. من وارد کانال تلگرام شاکریپتو شدم تا این نکته خیلی مهم بهتون بگم. از این دست آموزش‌های کاربردی و همچنین پوشش اخبار ایردراپ‌های معتبر رو توی کانال تلگراممون کامل واسهتون میذاریم. سر همین حتما بهتون توصیه میکنم در کانال تلگرامی ما جوین باشید که لینک ورود به کانال تلگرام رو در دیسکریپشن همین ویدیو و قسمت کامنت واسهتون میذارم و پین میکنم تا از هر طریقی که راحت‌تر بودید عضو بشید و از مطالبی که میذاریم استفاده بکنید. خب من وارد وبسایت فرگمنت میشم. وبسایتی که ما ازش برای خرید استارز تلگرام استفاده میکنیم وبسایت فرگمنت هستش که من لینکشم توی دیسکریپشن همین ویدیو واسهتون میذارم تا راحت بتونی وارد بشی. و این قسمت یه تب داره به اسم تب استارت که در نهایت وارد این قسمت بشی میبینیم که یه حالت پکیج های مختلفی برای خرید استارز گذاشته که از 50 تا شروع میشه تا به 1 میلیون استارز میرسه و قیمتاش هم به تن اینجا نوشته، چون ما باید با پرداخت تن کوین اینا رو خرید بکنیم. حالا اگر دوست داشته باشیم از حداقل 50 تا 1 میلیون استارز اینجا خرید بکنیم، مثلا میگم من 60 تا استارز بخوام و توی این پک نباشه میتونم اینجا بزنم و در نهایت قیمتش رو واسم میاره و میتونم اینجا خرید خودم رو انجام بدم. و اینکه یکی دیگه از روش‌هایی که میتونی به همین فرگمنت دسترسی داشته باشی کیف پول تونکیپر هستش که در قسمت براوزر و سرچ همین فرگمنت ما میتونیم وارد وبسایت فرگمنت میشیم و اینجا کیف پولمون رو کانکت بکنیم و عملا خرید استارز رو انجام بدیم که الان مراحلش رو من توی همین وبسایتش میخوام بهتون آموزش بدم، چون ممکنه حالا از کیف پول دیگه استفاده بکنید تا در نهایت از همین وبسایتش باشه. قطعا همتون بهتر میتونید متوجه بشین. ما برای خرید استارز در ابتدا باید کیف پول تونکیپر خودمون رو بهش کانکت کنیم، حالا تونکیپر باشه یا حالا هر چی، ما باید اینو کانکتش کنیم بهش که در نهایت بیایم و روی این گزینه کانکت تون والت میزنیم این بالا که از قبل من متصل کردم بهش. حالا من اینو بیام دیسکانکتش کنم البته چون نمیدونم کدوم والت رو من بهش متصل کردم. سر همین بیایم اینو من دیسکانکتش کنم. از کجا دیسکانکت میشه؟ حالا داستان اینه، این پایین نوشته دیسکانکت تون که من اینو دیسکانکتش کردم. یه بار دیگه کانکت تون رو میزنم، وارد تونکیپر میشم و به ولت داگز خودم متصل میکنم که یه مقدار تون کوین روش دارم که از همون طریق میریم و خرید خودمون رو انجام میدیم تا داشته باشیم و در نهایت کار خودمون رو جلو ببریم که الان وارد پروسه کانکتینگ میشه و احتمالاً یه تاییدیه از ما میخواد که حالا واسه من اثر انگشته، واسه شما ممکنه رمز موبایلتون باشه، چون اگر اثر انگشت فعال باشه که همونه، اگر هم نه به خاطر امنیت بیشتر و این داستانی که وجود داره یک رمزی یا اثر انگشتی ازتون میخواد که لازمه تایید بکنید. و در نهایت الان من ساب میکنم تا این داون بشه. بله، و اینکه کانکتینگ انجام میشه. حالا من میخوام اینجا مثلا به طور مثال 50 استارز خریداری بکنم. من باید حتما اون یوزرنیمی که این استارزا رو واسش میخوام خرید بکنم اینجا وارد بکنم که مثلا من حالا یکی از آیدیای تیم رو وارد میکنم که اینجا واسم میاره اسم و لوگوش رو که این آیدی که من وارد کردم یوزرنیمش علیه و اینم پروفایلشه که واسم میاره و اینجا من میتونم مشاهده بکنم و الان گزینه بای 50 تا تلگرام استارز رو بزنم با این پرداخت تون میتونم این رو خرید کنم و به این اکانت تلگرام بعد از چند دقیقه دیگه واریز میشه که این پروسه رو من انجام میدم. البته نه برای این آیدی، من یک آیدی دیگه وارد میکنم، ولی حتما یه توصیه که بهتون دارم اینه که یک پروفایل واسه خودتون انتخاب کنید که مطمئن باشید که حالا پروفایل هم واسهتون بیاره تا ببینید خودشه و بعد خریدتون رو انجام بدید و استارز رو انتقال بدید که در ادامه ویدیو راجع به اینکه چه جوری استارز دارم خرج کنیم کامل صحبت میکنیم. اول من برم و آیدی دیگه‌ام رو جایگزین کنم و بریم واسه ادامه مراحل و خرید 50 تا استارز تلگرام. من اون آیدی جدیدم رو وارد کردم و اینجا روی بای استار فور علی میزنم که
اینو واسم بیاره که کانفرم کنم و این تراکنش رو واسم نشون میده که نتورک فیش هم نوشته کارمزدی که از ما میگیره که من اینو تاییدش میکنم، اثر انگشتم رو وارد میکنم که گفتم ممکنه واسه شما رمز موبایلتون باشه که این داون میشه و الان روی در نهایت حالت ریکوردینگ این د بلاکچین قرار میگیره که تا چند دقیقه دیگه به تلگرام ما اضافه خواهد شد و خود تلگرام، اکانت رسمی خود تلگرام بهمون پیام میده و میگه استارز واسه شما خرید شده که بریم روی تلگرام تا ادامه مراحل رو بهتون نشون بدم. توی کمتر از 2 دقیقه آیدی رسمی خود تلگرام که تیک آبی داره به من پیام داد و گفت از طریق وبسایت فرگمنت واسه شما 50 تا استارز انتقال داده شده که درسته و حالا میمونه این که آقا ما چجوری این استارزا رو خرجش بکنیم، کجا ازش استفاده بکنیم و چیکارش بکنیم. خب یکی از ایردراپ هایی که این مدت خیلی تونسته رشد خوبی داشته ایردراپ پاز هستش و توی ایردراپ پاز دیشب یک تسکی یا حالت تسک مانندی اضافه شد که ما میتونستیم با یک رای گیری که اینجا میتونستیم انجام بدیم به 3 تا پروژه رای بدیم که یه جوره امتیاز این 3 تا پروژه واسه ما حساب بشه در آینده. چجوری؟ خب ابتدا که ما وارد ایردراپ پاز شدیم اومد و بر اساس سن اکانت تلگراممون امتیازاتی که توی همستر کمبت، توی نات کوین و داگز به دست آورده بودیم بهمون امتیاز داد و حالا در قسمت ووت یه قسمت اضافه شده که 3 تا پروژه هستش، پروژه تو مارکت، ایکس امپایر و کت و گفته که یکی از این 3 تا پروژه بهش رای بدید که به امتیازات شما اضافه بشه که من به طور مثال به ایردراپ کت رای میدم و اینجا میزنم که حداقل واسه رای گیری 10 تا استارز تلگرام میخواد که حالا میتونی بیشتر هم پرداخت بکنی ولی خب کفش همین 10 تا استارز هستش که من این رو روی سنت بزنم. این از بالانس و موجودی من باید کم بشه و یه جورایی این رای گیری رو من تو شرکت خواهم کرد که اینجا من روی سنت مجدد کلیک میکنم تا ببینیم این اوکی بشه و رأی ما واسه ایردراپ کت ثبت بشه که حالا ایردراپ بعدی که بر اساس امتیازاتی که توش به دست آوردیم واسمون حساب بشه و یه امتیازی توی پاز بهمون داده بشه ایردراپ کت باشه که به نظرم گزینه بهتری هستش و اگر اشتباه نکنم از هم تو مارکت و از ایکس امپایر در نهایت کاربرای بیشتری هم داشت و میتونه احتمالا همین ایردراپ باشه که رأی میاره. فکر نکنم تو مارکت رأی بیاره و احتمالا یکی بین همین کس و ایکس امپایر باشه که اینجا میبینیم فعلا روی حالت یه جوری لودینگ و این چرخشی قرار داره که من ویدیو رو پاز میکنم تا این انجام بشه و در نهایت ادامه مراحل رو بهتون توضیح بدم. اینجا گزینه کانفرم واسه ما میاره که من روی کانفرم میزنم و اینکه گو بک رو میزنم و این اوکی شد و رأی ما برای ایردراپ کت در نهایت ثبت شد که میبینیم 534793 اکانت هم تا به الان اومدن و رأی دادن و تایم در واقع لفتش هم 2 روز و 9 ساعت دیگه است که به پایان میرسه و اینکه در قسمت ارن هم یک تسکی داشت حالا برای اینکه رأی بدید بهمون 10000 تا پاز میده که من اینو کلیمش میکنم و اینکه در نهایت به همین صورت پیش رفت و اینم از این که میتونه حالا توی ایردراپ های مختلف و برای کارهای مختلف استارزاتون رو خرج کنید و داشته باشیدش که اینم یک آموزش کامل از 0 تا 100 خرید استارز تلگرام بود که امیدوارم به درتون خورده باشه و بهتون کمک کرده باشه. دمتون گرمه، حتما ازمون حمایت کنید، کلی انرژی مثبت و انگیزی ازتون میگیریم تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدا نگهدارتون باشه.